Я минут 200 اونجا تا یک دفعه بیست. بیا جوش افسوس کنه با اونجا بیا درود همگرانی عزیز، ما در استویشگاه هستیم، استویشگاه بختیار شریف در شهر بغداد. یک چند روز پیش نزد ما آقای فاطمه مراجعت کردن، شوهرشون آوردن شد، ایدون ماشین فرامدن نمیتونست. ما در ویدیوی بولوی قید میکنیم، ایلا 4 کاسه در آوردن. عموما دردش وزنی بود که طاقت کردن نمیتونست. چند جا توبه میرود، خیلی خداوند همین درگاه ما را سبب شفای همین گردون، خداوند همینجا در اینجا شفا داد. خیلی وزنی بود، ما با مکس ایمانوالی و با مکس طریقت شکار کردیم. در بین 5 روز خدا خواهی با خست 1 کورس پرشید. همگی باید 2 کورس بگذاره، خود ما 10 روز گردمش میتیم، با 1 کورس که میگذاریم. بگذار خود شما بگم کدوم وضعیت بودن بازی چی کنم. سلام علیکم. در وضعیت که بودم که تماما را گشتن نمیتونستم، برمیجا آمدم طبابتاشون را گرفتم، نقص طبابتاشون در مدت 5 روز رهبردان شدم. من موضوع هستم وضعیتی که در بین ادیو پیچون آوردم، همه کسا چند روز هم خرزوب کشیدیم؟ در 13 روز در یک بعد سریگه خور کردم، نقضشتم اومدم 5 روز دیگه درس خوندم. بعدی 5 روز اینجا اومدم، بعد در مدت 5 روز رهبردان شدم و طبابت نقص گرفتم. همه طبابتشون نقص. خداوند شفای کامیتون کرد، مرحمت. ما کار میکنیم، حتما توموگرافی در کار. اگر توموگرافی باشه، ما در توموگرافی میبینیم توبت شونده است یا نه، بعد توبت میگیریم. اگر توموگرافی نباشه، حتما توموگرافی روان میکنیم. برای که با انسان وقتی را گرفتن، وقت قیمتی را گرفتن و با به توموگرافی توبت کردن یک بی‌آبرویی است. حتما توموگرافی را کن. سلامت باشید.